سلام خوش اومدید به این ویدیو. یه خبر خوب، یه ویدیو نقد و بررسی گذاشتیم از کانتر 3، کانتر موبایل 3، کانتری که هممون باش خاطره داریم، دیگه تموم شد و الان نسخه جدیدش اومدیم یه ویدیو نقد و بررسی ازش بذاریم تا ببینیم چطوری کاکل در آوردم. بریم سراغ ویدیو. خب توی بخش اول وقتی میخوایم بازی شروع کنیم، توی بتل وقتی میزنیم، خب اینجا مودای گیمینگ داره، مثلا فری فور آل، بامب و تیم دست مچ و جای دیگه. اینجا یک وارم اپ 30 ثانیه‌ای هست. حالا ممکنه وقتی شما دیر جوین یک مچ بشی کمتر زمانش واسهتون باشه. اگه توی کالا رنک گرندمستر رو آنلاک کنید، یه چیز وارم اپ همینطوری میاد واسهتون تو شیپمنت و اینکه میتونید بازی کنید تا یک مچ واسه یه رنک پیدا بشه. یه گیم پلیشه، میتونید سرعت گیم پلیش رو تغییر بدی، سنسش رو بالا پایین کنید و خودش مزایاه. خب فکر نکنم ما تو کانتر قبلی همچین گزینه‌ای داشتیم و اینجا گرافیکش خیلی بالا رفته و از کانتر قبلی خیلی بهتره. باگ‌ها کاملا حذف شدن و اینکه دیگه پلیر توی هم رد نمیشن، تو دهن هم دیگه رد نمیشن. و در مورد اسکینر صحبت میکنیم و میبینید که هر حدود 5 دقیقه توی تیم دست مچ، اینجا میبازیم توی تیم دست مچ. حالا بستگی داره تیمتون قدرتمند باشه و 40 تا کیلو سری پر کنه. اینجا من دیشب بازی تقریبا فکر کنم 2-3 روز بازی منتشر شده و من دیشب بازی نصب کردم، خیلی هم حرفه‌ای نبودم. حتما به بازی یک تعداد کامنت‌ها مونده بود. اینجا سعی میکنم بکشم ولی خب یه سری جاها میرم. اونم درست کنیم. گرافیک خیلی بهتر شده همونطور که گفتم و اینکه سرعت بازیکن میشه تغییر داد. بعد یه سری آرمورا و یه سری کفشا، این دفعه کفش انتخاب کنید واسه پلیرتون و اینجا میشه تغییر داد کسایی که میبینید و بازیشونو. و اینکه همچون که میبینید مپ خیلی بزرگتر شده، مپا خیلی بزرگتر شده. قشنگ توی کانتر 2 فقط 2 تا مپ، 2 تا منطقه کوچیک بود، مثلا یه دونه اینور و یه دونه اینور. حالا اینجا توی بخش ستینگ شما قشنگ میتونید همه چی تغییر بدید، مثل گیم آدیو یا همون صدا، گیم پلیش، سنسش، زبان بازی و کلی چیزای دیگه. این که اینجا میمیریم و سریع اسپام میشیم و خیلی راحت میشه آدم رو گاهی وقتا، ولی گاهی وقتا هم سخت میشه. مثلا شما 5-6 تا مچ رو پشت سر هم ببری، میندازنت با یه اسکواد ضعیف و با یه حریف خیلی قوی. ببینید بازی و خیلی بهتر شده گرافیکش. خیلی خوب، هنوزم همه با ما خاطره دارن. هم سینگل پلیر یا بازی تک آفلاین داره، هم مولتی پلیر یا آنلاین. من که مریض شدم کنم از آسادم گرفته. این اسمیکا چون اسمیک میندازی
دودش توی کانتر 2 خیلی بهتره. دودش الان که اسموک انداختیم حریف دودش سفید بود، ولی خب توی قبلی دودش خشکی و سفید بود که ترکیب شده خیلی. اینجا دیگه مثلا اول بازی وقتی شما اسپان نمیشید اسپان میشدید اگه یادتون باشه گان برداشتید نگاه اینجوری میکرد، ولی الان اینجوری وقتی اسپان میشید دیگه کار نمیکنه، چون ممکنه رو بره شما انمی با چون سری شما رو بزن. و ببینید خودش خیلی خوبیه. الان این مچ که تموم میشه 8 کیل مونده 20 ثانیه هم مونده که بازم مرد. حالا بیشتر زد شده الان نیست. این بازی که این پایی میبینید الان نیست، ولی حتما میذارم آنلاینشو لایو میذارم. یه بار حتما قرار لایو بذاریم تا اینکه ببینید نفر دوم شدیم. چرا اون نفر اول شد؟ من 6 بار مردم، اون 7 بار مردم، من 9 تا کیل داشتم، اونم 9 تا کیل داشت. حالا میبینید که اینجا هم بالاش مین منیو میزنید تا برگردید به بازی. 100 خورده ایکس پی اینجا مختلفه. اون پایین چت رو میبینید. وقتی وارد بخش آرسنال میشید میتونید گانهای خودتون انتخاب کنید و ویپن های خودتون انتخاب کنید. اسنایپ داره و به اون لول مورد نظر برسید تا بتونید اسنایپر رو آنلاک کنید. و وقتی اسنایپر رو آنلاک میکنید هر گانی اون پایین اون بالا یه آپگرید میاد، همینطور واسه شاتگان هم همینطور، واسه همه گانا اینطوره. need to level 5 یا نیاز به لول 5 یا لول 30 جام دقیقا همون گانایی هستش که توی کانتر 2 بودش. اینجا گان تفنگ USPP و تفنگ بعدی P 228 گلاک و دزرت ایگل افسانه‌ای. تفنگ خیلی قوی که چیزی 480 دمیجش 480 و این پایین بایو میزنید واسه خرید گان هاتون از اگه به اون لول مورد نظر رسیده باشید. ماسک هم میتونید اضافه کنید. ماسک های تنوع زیادی داره. مثلا شما از یه کاراکتری دارید کلش بیس صورتش خیلی جالب نیست و دوستش ندارید. ببینید این بازیه بود یه دلغک اینا و ماسک ارتش اون ارتش ناز حالا اشاره نمی کنم. و اینکه باشه اینجا یه کپی از گوست کالاف داریم. سعی کردم کپی بزنم ولی نتونستم، خیلی هم شبیه گوست در نیمد. حالا بقیه‌اش رو میبینیم. اینجا یه ماسک اسکلتی خیلی خوشگل است. منوی تنوع های دیگه هم داره. من خودم اینو خیلی دوست دارم. باشه این قبلی و این یکی چه خوشگله. بهم بگید کدوم ماسک رو دوست داشتید حتما. راستی در مورد نایفا با تو صحبت نکرده بود. نایفا ببینید خیلی بهتر شده. این همین نایف معروف بازیه و کاتانا اگه بهتون باشه شمشیر صاف مثلا شمشیر ساده بود، ولی الان باشه خمیده شده و شبیه نایفا و کاتاناهای واقعیه. و اینجا شما میتونید واسه پلیرتون همونطور که گفتم کفش انتخاب کنید تا سرعتش رو ببرید بالا و همینطور آرمورش که این آخریشه 2100 با آرمورتون اضافه میکنم. من خودم این اولیه رو گذاشتم پولم نرسید. لول اپش هم کردیم بالا دیدی گفتم. و اینجا بخش کلانه کلن های شما میتونید جای کلان اکثرشون کلن های ایرانی هست، ولی هر کلانی
تقریبا بخواید داره. ژاپن، بریتانیا، عراق و روسیه، ازبکستان، اسپانیا، کلمبیا و کلی دیگه، فیلیپین. این پایینم فرنداتونه. شما اینجا میتونید اسمتون، آواتارتون و ریجن که باهاش میخواید بازی کنید تغییر بدید. از این بخش بالا اکانت میتونید که یه اکانت چیز بسازید، کانتر بسازید و اون پایینم چتی که من نوشتم سلام و ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. هر سوالی داشتید و بهم بگید. یه چیزی جا انداختم. آرمور هم میتونید بذارید واسه کاراکترتون و اینکه اسکین هم داره، اسکین های متنوعی داره. هر سوالی داشتید حتما بهم بپرسید. اگه واسه کارآمد داشت و با چیز جدید داشت میشدید حتما لایک و ساب. با اجازه.